بیماری ژنتیکی ساده دارن مثل پرادر-ویلی. پرادر-ویلی یه بیماری ژنتیکی نادر. علتش مشکل در کروموزوم 15 هستش که در واقع یه بخشی از این کروموزوم یا حذف شده یا ژن‌های پدریش درست کار نمی‌کنه. علائمش از کودکی شل بودن عضلاته، تأخیر یا ضعیف شیر خوردن در واقع و ضعیف بودن عضلات هم میشه بهش اشاره کرد. اما وقتی که بزرگتر میشن مشکلاتی از جمله سیر نشدن دائمی، یعنی وقتی که غذا میخورن همچنان احساس گرسنگی دائم رو دارن. اینا قدشون کوتاه‌تر از حد ممکنه. مشکلات هورمونی دارن مثل تأخیر در دوران بلوغ. یادگیریشون هم ممکنه کمی پایین باشه. اما درمان و مدیریت درمان قطعی نداره، ولی معمولا وقتی به پزشک مراجعه میکنن یه رژیم خیلی کنترل شده بهشون میده. و نکته آخر این که توی پرادر-ویلی مغز اصلا احساس سیری رو در واقع نمیفهمه. یعنی همزمان با اینکه تو کلی غذا خوردی اما بازم احساس گرسنگی خیلی شدیدی داری و همیشه گشنته.